تو بازار ماهی تازه رو چجوری تشخیص بدیم و اصلا چه ماهی رو برای خرید انتخاب کنیم. با ما باشید. بازار ماهی فروشان گنبد. ماهی رو من 3 دسته تقسیم بندی میکنم از نظر تازگی. دسته اول ماهی تازه، دسته دوم ماهی غیر تازه، سوم میشه ماهی مونده یا فاسد. خب حالا چرا من غیر تازه هم دسته بندی کردم؟ چون اگر ماهی یخ بزنه، منجمد بشه و یخ گشایی بشه بیاد تو طبق فروش، شما دست بزنید مثلا این اثر انگشت نمیمونه دیگه. اگر اثر انگشت بمونه نشون میده که تازه نیست، اگه نمونه تازه هست، یعنی تو ماهی تازه است. ولی اگر اثر انگشت مون دلیل نمیشه حتما مونده باشه، ممکنه غیر تازه باشه. غیر تازه میتونه یخ گشایی باشه یا نه ماهی که یه مقدار مونده و پوستش چروک شده یا مثلا به چند ساعتی از صیدش گذشته. از کجا بفهمیم ماهی تازه نیست؟ اصطلاحاً میگم بوش افنسیو یا ناخوشاینده. خب این که بدبو نیست، هرچند بو یک در واقع قیاس نسبیه و خیلی شاید مثلا ماهی رو بدبو بدونن، همون ماهی رو بعضیا خوشبو بدونن. پس این نمیتونه ملاک اصلی باشه. ظاهر ماهی است که باید جلا داشته باشه، تازگی داشته باشه، رطوبت داشته باشه، چشمش برآمده باشه مثل این ماهی‌ها، و اینکه پوستش چروک نباشه. مثلا قسمت دومش رو میارین بالا چروکیدگی نبینید که این نیست، اینجوری نیست. مورد بعدی اینه که خیلی هم کاربرد داره که دست بزنید این قسمت ماهی که گوشت داره، اثر انگشت روش نمیمونه. وقتی نمیمونه نشون میده که ماهی تازه‌ایه. آبشاشش هم میتونید ببینید، باید قرمزی داشته باشه. اینقدر پوستش نتونستم خودشون بدن، نها کنید قرمزی نشون میده ماهی تازه‌ایه. یه پیشنهاد دارم برای دوستان، ببین این ماهی فیتوپا گرفته، اونم که بیکده یا سرگنده. این ماهی ظاهرش خیلی زیبا نیست به نظر خیلی، ولی خب من اینو خوشگل میدونم، زیبا میدونم. اما به خاطر همین ظاهر این شکلیش قیمتش پایینه. اما جزء ماهی سالم توی کشور ماست، تو دنیاست، و اینکه ماهی ارزونیه، خوشمزه هم هست. بهتون پیشنهاد میدم اینو حتما تست بکنید. ماهی خوبیه. ببینید 100 خوردی هم قیمتش. آقا بنیامین زحمت بکشه ماهی رو فیله. ماهی قزلالا. سفارش بعدی ماهی سالمونه. منظورم قزلالا رنگینه است که از روی سطح صاف بشه میتونید بفهمید که با قزلالا فرقه، یعنی این یه مقدار رنگ میگیره. این کوزه‌گریشون پیاز است، پیاز زرد. پوستشو در آورد و مرینیتش میکنن اینجوری. سفارش مشتری اینجا ماهی رو ادویه هم میزنن. چیا هست حالا؟ سماق و زردچوبه و فلفل و نمک ها؟ چه اون؟ پودر سیر میزنی. سمسراسی بالا پودر سیره. سیره فلفل سیاه، زردچوبه، فلفل قرمز، دستکش نداریم. یه نمک بخوره ردیفه. آره نمک دیگه موقعی سیر. آقا ایمان خیلی لذت بردیم از همنشینی با شما. اینم بود گردش ما توی بازار ماهی فروشای گنبد. حتما ما رو سابسکرایب کنید و کانالمون داشته باشید و شیر کنید به دوستانتون معرفی کنید.